کمیسیون عالی اتستاسیونی وابسته به پرزیدنت تاجیکستان که مسئولیت تصدیق رساله‌های نامزدی و دکتری و عنوان‌های علمی را در این کشور در دست دارد، با نشر روی خط فرمانهایش در سامانه رسمی خود خبر داد که در طول سال 2021 در مجموع 90 قرار شوراهای دیسرتاسیونی را رد کرده، دادن عنوان نامزد یا دکتر علم به 90 داوطلب را رد کرده است. برای مقایسه این کمیسیون سال 2020 رساله علمی 27 نفر و سال 2019 رساله های علمی 20 داوطلب و عنوان علم را رد کرده بود. در روی خط سیاه رد شدگان اساساً آنها جای گرفتند که رساله های نامزدی خود را دفاع کرده میخواستند صاحب عنوان نامزدی علم بشوند. در روی خط نفران در جامعه شناخته تقریبا به نظر نمی رسد، ولی دست دیگم دو داوطلب عنوان علمی از افغانستان است دیده می شوند. کمیسیون عالی اتستاسیونی تاجیکستان در فرمایش خود تحت رقم 226 از 29 ایون سال 2021 به خلاصه رسیده است که رساله میر عبدالقیوم انصاری در موضوع تأثیر شرایط اقلیم و معیار گوناگون نوری فسفوری به خصوصیت‌های فیزیولوژی و بیوکیمیایی سویا در منطقه شمال افغانستان به سبب پس از پیشنهاد به شورای دیسرتاسیونی وارد کردن اصلاح و علاوه ها در متن آن رد کرده شود. همین طور این کمیسیون در فرمایش خود تحت رقم 210 از 8 ایون سال 2021 رساله فتانه بدخش را برای دریافت عنوان نامزدی علم‌های فیلولوژی در موضوع جنبه‌های تاریخی و اجتماعی در آثار مومن قنوات و واصف بختاری تحقیق قیاسی با درخواست خود داوطلب به خلاصه شعبه اتستاسیونی علم‌های جمعیتی و گومانیتاری باز خوانده است. کمیسیون عالی اتستاسیونی تاجیکستان در طول سال 2021 درخواست عنوان‌های علمی به 45 نفر را رد کرده است. اکثر آنها برای دریافت عنوان دسنتی پیشنهاد شده بودند. در این روی خط یک عده از شخصیت‌های شناخته از جمله آوازخوان‌ها مهرخزار صفی و خرسند مراد ظریفوف، کارمند وزارت معارف عبدالصمد مولویف، استاد فن ژورنالیستیک در دانشگاه خوجند دلبر صمد و وکیل پارلمان لطفیه عبدالخالق زاده، کنسرواتور ملی سلیم کریم زاده، کاتب علمی پژوهشگاه زبان و ادبیات اکادمیای ملی علم‌ها نرگس رحمان زاده و چندین دکان و مدیران کافدرا و استادان مکتب‌های عالی تاجیکستان دیده می‌شوند. تا چند سال پیش عالمان تاجیک رساله‌های نامزدی خود را در وک یا کمیسیون عالی اتستاسیونی روسیه تصدیق می‌کردند و از آنجا عنوان نامزد یا دکتر علم به دست می آوردند. کمیسیون عالی اتستاسیونی تاجیکستان در پی در مطبوعات روسیه بخصوص توسط پایگاه دیسرنت فاش شدن ده‌ها مورد با روی دزدی متن رساله های دیگران صاحب عنوان علمی شدن به نام عالمان از تاجیکستان تشکیل شد. دیسرنت تا امروز در مجموع بیش از 60 عالم از تاجیکستان را به اثردزدی عیب دار کرده است. عنوان‌های علمی چندین نفر آنها در پی فاش شدن اثردزدیشان رسما بیکار شدند.